سلام دوستان ورزش و مخلصان MMA. امروز برای شما خبرهای خیلی مهم داریم که البته تا آخر تماشا کردنش ارزنده است. در ویدیو لایک گذارید و ما آغاز میکنیم. سپانسری ما به شما بهترین سپورتیوکا ها رو از ماتوی میکرولیوت پیشنهاد میکند که 3 سال کاوکاز بوده با تمام شهرهای روسیه دستاوکای رایگان دارند. برای تماشا و فهمیدن نرخ در واتساپ روی اکران بوده لباس نویسید، همش را به شما روان میکنند. دوربشو نباتو ورزشگری توجیک با رکوردی 9 غلبه و 1 باخت 6 سپتامبر در هامبورگ در مسابقه یونیت فایت سریز بر ضد ماوریسیو اوتالارو از کلمبیا می‌جنگد. نام دوربشو پس از نشست خبری UFC 308 مشهور شد، وقتی که از میان تالار برخواسته از دانا وایت شرطنامه UFC طلب کرد. این لحظه در سراسر جهان پهن شد. بعد او امکانیت گرفت، ولی در آخرین نبرد در لیگ کورئان زومبی فایت نایت با ماتئوس کامیلیو با قرار دوباره مغلوب شد و شرطنامه به UFC به دست رقیب رفت. امروز باشد او با قوای بیشتر برگشته است. ورزشگر را دستگیری میکنیم و از او غالبیت نوبتی را انتظار خواهیم شد. تونی فرگوسون پس از 6 سال اولین پیروزی خود را به دست آورد. او در رینگ با بلاگر معروف سولت پاپی روبرو شد و در دور سوم با نکاوت تکنیکی غلبه کرد. این مبارزه در منچستر در دوره میسفیتس باکسینگ 22 برگزار گردید و فرگوسون موقتا قهرمان وزن میانه شد. بعد از جنگ فرگوسون گفت: این احساس عجیب است. حسابم حالا 1-0. من باز مغلوب نشدم. پیش از جنگ بسیار عصبانی بودم و حتی در دو دور اول رقیبم توانست به من مشکلی ایجاد کند، ولی من با سخنان کنجم گوش دادم. میدونستم چی باید کنم و کار را به انجام رساندم. سولت پاپی جسارت زیاد نشان داد، برای همین به او احترام میگذارم. فرگوسون اینچنین گفت که میخواهد باز در رینگ برآید. این آرزوی کهنه من بود و حالا آن را عملی کردم. حالا حسابی من 1-0 است، اما من میخواهم 2-0 کنم. MMA همیشه باقی میماند، ولی حالا از لحاظ مبلغ جالب نیست. برای همین من در میسفیتس میمانم و به زودی خواهم دانست که مرا چی انتظار است. UFC اعلام کرد که در آینده یک رویداد تاریخی برگزار می شود. این مسابقه بی‌نظیر به روز استقلالیت ایالات متحده آمریکا بخشیده شده است و قرار است در میدان نزدیک قصر سفید برگزار شود. پرزیدنت UFC دانا وایت تصدیق کرد که چاره‌بینی رسما برای 4 ایول سال 2026 تصدیق شده است. وی گفت که ملاقات در قصر سفید خوب گذشت و همه چیز به طور کامل آماده شده است. بعداً وایت قید کرد که پیشتر برای تشکیل و بهتری شو شبهه‌ها داشت، از جمله وزن اکتاگون، تفتیشات تماشابینان و سوال فایده از ولایت فروشی. اما همه مشکلات حل خود را یافت. پرزیدنت UFC تصدیق کرد که رویداد در قصر سفید کاملا صورت میگیرد. این چاره‌بینی نه تنها جنگ ها بلکه یک تجربه تاریخی و فراموش نشونده برای مخلصان UFC خواهد بود. دوستان عزیز، تشکر برای دستگیری و تماشا. ما همیشه ورزشکاران خود را دستگیری میکنیم. خیر تا ویدیوهای نوبتی.